راننده ماشین بارکش ضرور است با مزد کاری خوب. این گونه اعلان‌ها در آمریکا که 70% مال و محصولاتش با ماشین‌های بارکش انتقال می‌یابد زیادتر می‌شود. اتحادیه‌های رانندگان ماشین‌های بارکش می‌گویند که حالا به 80,000 راننده احتیاج است. یوری شلک که 16 سال باز برای شرکت بارکشی کار می‌کند می‌گوید پاندمی وضع را بدتر کرد. Середній вік водія в Америці є 47 років. سن میانه رانندگان ماشین‌های بارکش 47 است. از 60 ساله بالا بازنشسته می‌شوند. رانندگان جوان هم به کار نمی‌آیند. Додається не так швидко. یوری شلک در چیکاگو شرکت دارد و 150 راننده و صاحبان ماشین‌های بارکش برایش کار می‌کنند. میگوید که در 2 سال گذشته با سبب افزایش خرید آنلاینی بارکشی هم زیاد شد، اما شیوه‌های بارکشی هیچ تغییر نیافته است. شیوه برنامه‌ریزی بارگیری و انتقال و شیوه مناسبت بر رانندگان وقت زیادی آنها را تلف می‌کند. رجای کاری رانندگان چنین است که از 11 ساعت بیشتر حق رانندگی ندارند. مال را باید زود خالی و یا بار کنند، در عکس حال روزشان بر هدر می رود. ناامیدی و احساس به احترامی زیاد است. رانندگان درباره احترام بسیار گپ میزنند. رانندگان در امریکا به حد میانه در 1 ساعت 25 دلار کار میکنند. از این رو بسیاری ها این کار را امتحان میکنند ولی نه همه زیاد دوام میارند. В Америці статистика آمار امریکا نشان می‌دهد که رانندگان شرکت‌های بارکشی هر سال نو می‌شوند. یعنی اگر راننده ماهی ینور کار را سر کرد 1 سال هم نمی‌ماند. برای همین مالکان شرکت‌ها سخت می‌کوشند که رانندگان را نگه دارند. місце. حکومت بایدن امیدوار است با اجرای برنامه‌های آموزشی نو برای رانندگان از جمله سربازان سابق مشکل نارسایی رانندگان ماشین‌های بارکش را کم می‌کند. با گفته کارشناسان این کار به آسانی میسر نمی شود. اما وضع رانندگان مستقل دیگر است. دمیترو هناتیوکی اوکراینی 13 سال باز راننده است. Я працюю сам на себе, їжджу на своїй фурі, таким я من راننده مستقلم. ماشین از خودم است. حالا در مقایسه با سالهای گذشته وضع من در واقع بسیار خوب است. سال گذشته از نظر بارکشی یکی از بلندترین در 10 سال گذشته بود. це була одна з найвищих ставок. هناتیوک میگوید با وجود مشکلات از کارش خرسند است. В середньому зарплата десь в 2-3 рази مزد ما از معاش میانه در امریکا از 2 تا 3 مرتبه بلندتر است. людини в Америці. به اعتقاد متخصصان نارسایی میکروچیپ ها برای استحصال ماشین های بارکش از بین نمی روند. از این رو در آینده نزدیک پول انتقال مال و محصولات و نرخ همین مال و محصولات هم بالا خواهد رفت.